محمد کریم نظیرов سردار ریاست اگنتی مهنت مهاجرت و شغل اهالی ولایت مختار کوهستان بدخشان بابت مراجعت شهروندان در دوام سال 2020 بهر تامین نمودن با جای کار و تحصیل معلومات پیشنهاد نمود. گفته شد که با وجود خروج بیماری سیریاتی کرونا ویروس نوعی کووید 19 فعالیت اگنتی در سطح لازمی به راه مانده شده. بیش از 5000 نفر شهروندان با جایهای کاری موسمی و دائمی تامین کرده شدند. در سمت اعلان گردیدن سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی نیز شهروندان بیشغل با کورس‌های کوتاه مدت و از خود نمودن هنرهای مردمی تامین گردیدند. گرچند فعالیت شعبه خدمات مهاجرت ولایت در دوام خروج پاندمی موقوف گذاشته شده باشد هم کار با مهاجران مهنتی پیشنهاد جایهای نوی کاری رفت و آمد آنها به طور لازمی به راه مانده شد. قید گردید که بیش از 30000 نفر در مهاجرت مهنتی در خارج کشور قرار داشته. از این تعداد زیاده از 23000 نفر مردم و بیش از 12000 نفر زن می باشد. در دوام سال 2020 بیش از 6000 نفر به خارج سفر نموده، زیاده از 3000 نفر به وطن برگشتند. مسئولان فیلیال مؤسسه دولتی مرکز تعلیمی کلانسولان در ولایت اوید سمت‌های فعالیت مرکز و مساعدت به شغل اهالی، تشکیل کورس‌های کوتاه مدت، دادن شهادتنامه تخصصی معلومات پیشنهاد نمودند. در رفت نشست اینچنین نمایندگان دیگر ساختارهای اگنتی بابت براه ماندن سنجش‌ها، اوید درست براه ماندن شرطنامه مهنتی و دیگر مشکلات وابسته به مراجعت شهروندان، جریمه بندی در حالت قانون ویرانکنی‌ها از جانب مسئولان تشکیلات‌ها و اداره‌ها، رسانیدن کمک پولی برای عائله‌های نیازمند، معیوبان، بی‌سرپناه، گذراندن کارهای مشورتی با مهاجران مهنتی و تامین با جای کار در خارج از کشور، دسترسی مبلغ جهت پیشبرد فعالیت صاحبکاری به شهروندان بعد بازگشت از مهاجرت مهنتی، پرداخت نفقه پولی، سقوط اجتماعی و دیگر مسائل‌های مبرم، معلومات مشخص منظور کرده شد. در فرجام سوال و جواب جهت پیشبرد فعالیت من بعد میان کارمندان ساحه و نمایندگان وسایط اخباری عامه دایر گردید.